چرا بیمارستانو زدید؟ جناب قاضی تقصیر ما نبود، خودشونو زدن. چرا خودتونو زدید؟ دروغه، اینم اسنادش نشون میده که اینا بیمارستانو زدن. تازه بار اولشون هم نیست. چرا بار اولتون نیست؟ یعنی که چرا بیمارستانو زدید؟ خب خودشون اول حمله کردن به ما. چرا اول حمله کردید به ما؟ یعنی اینا بالای 50 سال اینا دارن ما رو میزنن، حبسمون کردن تو بزرگترین زندان جهان. یه بارم ما زدیم. انگار خیلی پیچیده شد. من میرم یه قهوه بخورم بیام. جناب قاضی، قهوه رو مهمون من باشید. اصلا تو با این دل بزرگی که داری معلومه حق با توه. من میرم یه هوایی بخورم و بیام. بفرمایید شما جناب قاضی، بفرمایید.